امروز میخواهیم طریقه زدن رنگ بر روی پستون که برای موتور X7 است برای شما به اشتراک بذاریم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. پستون موتور X7 داره رنگ کمپرسی اول، کمپرسی دوم، رنگ روغنی می باشد. دوستان همطور که میبینید ما بر روی پستون یه فلش داریم. این فلش اگر رو بر روی ما بیفته سمت چپ میشه پرفشار، سمت راست میشه کم فشار. یه نکته دیگه هم هست، هرگز نباید رینکا رو، دهانه رینکا رو بر روی گژنپین قرار بدهیم. خب الان ما رینکا روغنیمونو بر روی پستون قرار دادیم. رینگ روغنی اول سمت پرفشار قرار میگیره. ما رینکا رو 45 درجه جا میزنیم. بعد رینگ روغنی میرسیم به رینگ کمپرسی. رینگ کمپرسی اول، رینگ کمپرسی دوم. رینگ کمپرسی اول که در وسط پیستون قرار میگیرد نسبت به کمپرسی دوم یکم ضخیم‌تر است. بر روی رینگ کمپرسی اول یه نوشته های حک شده که به دستور کمپانی باید به سمت بالا قرار بگیرد. یه شیاری هم داره، یه شیار نازک، اونم باید به سمت بالا قرار بگیرد. بعد جا زدن رینگ کمپرسی اول میرسیم به رینگ کمپرسی دوم. همونطور که داخل فیلم مشاهده میکنید بر روی رینگ کمپرسی دوم یه نوشته حک شده، اونم باید به سمت بالا قرار بگیرد. بعد جا زدن رینگ ها بر روی پیستون میرسیم به تنظیم کردن آنها. همونطور که گفتیم رینگ روغنی شامل دو تا لبه رینگ نازک می باشد. اولین لبه رینگ روغنی میفته سمت پرفشار، دومین لبه رینگ روغنی میفته به سمت کم فشار. رینگ کمپرسی اول میفته به سمت پرفشار، رینگ کمپرسی دوم میفته به سمت کم فشار. هیچ لبه رینگ هم نباید روبروی گژنپین قرار بگیره.